مثلا بهشون میگفتم بچه‌ها کتاب دفتر مشق خلاقتون، ما یه دفتر مشق آماده داشتیم، حالا شما میتونید دفتر مشق معمولی، دفتر مشق خلاقتون، کتاب دانشمندان کوچکتون که مربوط به ریاضی بود، اول دفتر مشق خلاق، بعد کتاب دانشمندان کوچک، بعد حالا مثلا کتاب فارسیتون رو. این سه تا رو بیارید مسئولش بلند شه این سه تا رو جمع کنه. مثلا دفتر مشق خلاق یه مسئول داشت، دفتر کتاب دانشمندان یه مسئول داشت، کتاب فارسی مسئول داشت. اینا شروع کردن جمع می‌کردن. یه وقتایی ممکن بود اینا رو بچینن رو هم نامنظم بذارن، بهشون گفتم نباید مرتب بچینید، به ترتیب بچین. از همون روزای اول، یعنی هفته اول نه هفته دوم، من دیگه مسئولیت گذاری کردم و واقعا چقدر بچه‌ها از پس مسئولیت خوب برمیان و جای نگرانی هم نیست. ببینم یه سوالی پرسیده بودین. نارویی گفتن که یه کتاب توی پیج معرفی کردین در مورد اختلالات املای، اینا توی این کتاب هست تهیه‌اش کنیم که همیشه داشته باشیم. بچه‌ها همه مطالب که نوشتم محصول چند تا کتاب، چند تا محتوای آموزشی، چند تا کارگاهه. یعنی نمیتونم بگم قطعا اگه کتاب دیکته نویسی رو بخرید اینو داخلش پیدا کنید، اگه حتما کتاب خواندن رو بخرید، اگه اختلالات ریاضی. اینا فوق العاده کتابای خوبی ان. مخصوصا من به همتون توصیه میکنم کتاب اختلالات ریاضی رو همه تهیه کنین، چون به شدت جزئیات و از پایه شروع کرده، کلاس اول تا ششم حتی توش داره، از هر کدوم یه مثالی زده ولی اول رو کامل‌تر. از همون دوران مثلا نوزادی که شروع میشه، بچه‌ها رشد میکنن، چه اتفاقاتی توی بچه‌ها میفته، یه سری توضیحاتی که الان حتی بهتون دادم توی اون کتابه و من خیلی از مطالب رو از کتاب ریاضی در واقع میشه گفت برداشتم و خواندن و دیکته نویسی هم عالی‌ان. یعنی من که فعلا موجود ندارم ریاضی دو سه تا نه یکم بیشتر اصلا معرفی نکردم توی در واقع پیج، گفتم چون امروز معرفی میکنم فردا دیگه نیستش چیزی ازش. ریاضی رو یه 5 6 تا نگه داشتم، گفتم برای کارگاه اینجا بهشون بگم اگر دوست داشتید تهیه کنید، چون فوق العاده کتاب خوبیه. حالا چند روز آینده ان شاءالله پستایی هم در موردش میذارم. کتاب خواندن و دیکته نویسی تعداد کمتری در واقع من آوردم، ولی خب همون تعداد کمم اونایی که 3 جلدم میخواستن رفتش، یعنی چیزی نموندش. بله دکتر تبریزی عزیز، دیگه اصلا نباید گفت فیلسوف، باید گفت محبوب دلها، اینقدر که این کتابا زبانشون زبان سلیس و روانیه. بچه‌ها وارد حاشیه نشیم، اینجا رو داشته باشین. گفتیم برای درمان دقت دیداری برای درمان دقت شنیداری و حافظه شنیداری این تمرین‌ها رو اگه انجام بدین مشکل دانش آموز برطرف میشه. اما شماره 20 تا 24 جدول سمن که تو کتاب خواندن دکتر تبریزیه و من اون رو براشون فرستادم جدولشو، شماره 20 تا 24 شامل اینا میشه. یعنی اگر دانش آموزتون مشکلاتی که تو جدول سمن بود و داشت از عدد 20 تا 24 این کارا رو انجام بدید، در واقع میشه گفت نصف راه رفتید و یه بخش عظیمی از مشکلات کودک رو حل کردیم. اینو باز بنویسین، درمان مشکلات شنیداری تو دفترتون مساوی 20 تا 24 جدول سمن، اینجوری یادداشت کنید. بریم سراغ بعدی، درمان حافظه دیداری و توالی دیداری. بچه‌ها یه وقتایی ممکنه دانش آموز ما همون مادر و مارد بنویسه، منظور رو با رزه بنویسه. اون موقع باید چیکار کنیم؟ بذارید من یه دقیقه سایز این کارت ها رو اندازش رو بگم بهتون. خب این سایز کارت ها 7x10، یعنی استاندارد ترین حالت ممکنه کارت های تصویری که یه دانش آموز میتونه توی خونه در واقع به اولیاش بگید آماده کنه. همه بچه ها اگه اینو داشته باشن، یعنی در واقع همین بسته آموزشی رو داشته باشن خیلی عالیه و میتونید هر بار به اولیا بگید که بچه ها این کارت هاشون رو مثلا هر کدوم اگه نگاره یکه، اینم یه نمونه دیگه شه، بازم برای همون نه این یه انتشارات دیگه است، انتشاراتشون یکیه ولی من از جای دیگه تهیه کردم، اینو از پیج استاد برادران، اما اینو از هم فروشگاه لوازم تحریر. این کارت نگاره هاست. اگه همه بچه ها از اینا داشته باشن که فبها عالیه. اگر نداشتن به اولیاشون میگید که از این کارت ها درست کنن، یعنی
تو لوازم تحریریه هست کارت تصویر نگاره ها، اینا که حالا تو آموزش نگاره ها بهتون یاد میدم. اینم که کارت نشانه های 1 و 2 تمام تصویرک های کتاب توی این در واقع پک قرار گرفته. پیج استاد برادران هم حتما قرار میدم براتون و این که باشون صحبت میکنم، اگه قبول کردن تخفیفی براتون میگیرم اگه تعداد بالا بخواین. یعنی استاد برادران میگه اگه مثلا برای خودتون میخواید تخفیفی نمیتونم بهتون بدم، ولی اگر که خواستین تعداد بگیرین چرا تخفیف دارید. حالا من باز باشون صحبت میکنم ببینم اگر شما تعداد بالا، یعنی برای دانش آموزاشون هم خواستین با مدرسه صحبت کنید ببینید قبول میکنن برای بچه‌ها هم تهیه کنن همه یکی داشته باشن. چون اصولا مدارس حالا غیر دولتی ها که نه، معلم باید با اولیا مستقیم در ارتباط باشه، بهشون بگه ازشون پول جمع کنه خودش تهیه کنه. تو مدارس غیر دولتی اما یه هزینه خدمات گرفته میشه که اون خدمات ممکنه همین کارتا باشه، ممکنه کتابکارهای آموزشی باشه. میتونید صحبت کنید و بگید خب هزینه خدمات رو میگیرم، تهیه خود مدرسه که تهیه نمیکنه ولی هزینه خدمات رو میگیرم و این کارتا رو میتونید بگید همه هماهنگ داشته باشن، اما برای خودتون هم داشته باشین خوبه. حالا من داشتم چی میگفتم، این که اگه نداشتین به اولیا میگین کارتای 7 در 10 7 در 10 آماده میکنن، اسم کلمات جدید، اسم حالا تصویرک های پایین نگاره ها، همه رو در واقع وارد اون کارت ها میکنن و هر بار که میخواید تدریسی انجام بدید میگید کارت های همون بخش رو آماده کنن و براتون بفرستن. این باعث میشه که دانش آموز از لحاظ دیداری هر بار که کلمات رو نگاه کنه راحت‌تر بتونه بگه. مثلا شما 3 تا کلمه رو بهش میدید، از 3 تا شروع کنید. 3 تا کلمه بهش میدید و میگید که مثلا این دریاه، این چشم، این آبه. حالا تکرار کن برای من. دریا، چشم، آب. حالا از جلوی چشمش برمی‌داریم. خب چه چیزایی رو گفتم؟ دریا، چشم، آب. ممکنه قاطی قاطی هم بگه، ایرادی نداره، اولش اینجوریه. بعد میگیم یه بار دیگه بهت نشون میدم به ترتیب. دریا، چشم، آب. حالا بگو دریا، چشم، آب. و این بازی خیلی میتونه توی توالی دیداریشون، تقویت دقت دیداریشون کمک کنه. یا مثلا 2 تا تصویر بهشون میدید شکل، بازم همونجا بهتون توضیح دادم اولش که اینجا رو تابلو داشتم در مورد مشکلات دیداری صحبت میکردم، گفتم 2 تا تصویر، 2 تا شکل، 2 تا داستان میدید به بچه‌ها، میگید که در موردشون توضیح بده، شرح بده چه اتفاقاتی داره تو این تصویر میفته، چه اتفاقاتی داره تو این تصویر میفته، یا اینکه اختلاف 2 تا تصویر رو پیدا کردن، شباهت‌های 2 تا تصویر رو پیدا کردن میتونه بهتون کمک کنه. حالا من میگم من به دانش آموزم یه تصویری دادم با جزئیات خیلی زیاد، حالا اینکه جزئیات خاصی نداره. بذارید من ببینم میتونم چیزی پیدا کنم اینجا بهتون نشون بدم. بله. من به دانش آموزم میگم که به این تصاویر نگاه کن. خب نگاه کردین، الان شماها نگاه کردین به تصویری که نشون دادم، به من بگید ببینم یه لحظه دیگه بهتون نشون میدم ببینید. خب میارمش پایین چند ثانیه. به من بگید ببینم چه میوه هایی توی این تصویر بود. شما نام ببرین. چه چیزهایی، اصلا سیفیجا، چه چیزهایی توی این سبد ما بود؟ کدو، آفرین. دیگه چی؟ هویج، بادمجان، گوجه، آفرین. خوبه خانم صوفیان، دقت دیداریتون قابل تحسینه. آفرین. گوجه، خانم خیلی خوب. گوجه، کدو. خوبه، بگین. حالا من این تصویر رو به کودک نشون میدم، بهش میگم که خب یه سوال ساده نمیپرسم چه چیزهایی توی این تصویر بود. چرا سوال اولم میتونه این باشه، ولی دیگه ادامه دادن این سوال هم برای بچه‌ها خسته کننده میشه، هم پرسشگر خستش میکنه چون سوال خاصی نیست. اما اینجا من یه سوال دیگه از شما پرسم، چند تا هویج توی این سبد بود؟ کسی میتونه بگه چند تا هویج توی این سبد دیدین؟ بله خانم نادری کامل. چند تا هویج؟ 3 یا 4. دیگه چی؟ 2 تا. دیگه چی؟ بهتون نشون میدم. عذرخواهی میکنم. آفرین. کدو کدوم سمت بود؟ عالی. شما از منم خلاق‌تر. درست گفتین.
من مشغول نوشتن بودم، تصویر رو ندیدم. خب بچه ها، وقتی همچین مشکلی به وجود میاد دانش آموز نمیتونه بگه، یه بار دیگه بهش نشون میدید، هیچ ایرادی نداره. خوب نگاه کنید. حالا برش میدارم دوباره ازش سوال میکنم چند تا هویج توی تصویر. این بار با دقت بیشتری نگاه کرده. 2 تا هویج توی تصویر بود، 2 تا برگ بود، یه دونه فلفل، یه دونه گوجه، یه دونه بادمجان. کدو کدوم سمت بود؟ وقتی بهشون نشون میدم کدو سمت، از من نگاه میکنم سمت چپ منه. حالا دانش آموزم نگاه میکنه چطور؟ سمت چپ دانش آموزم. یعنی اشیا تو چپ و راست تفاوتی ندارن. آدم ها چرا، حیوانات چرا، ولی اشیا، موجودات زنده بله، ولی اشیا نه. عروسک هایی هم که شبیه آدم هستن بله، تو چپ و راست باید دقت کنیم، ولی اشیا، وسایل خوراکی ها نه، چپ و راستشون با چپ و راست ما یکیه. خب من اینجا میگم که به دانش آموزم سوالات مفهومی میپرسم و دوباره تصویر رو بهش نشون میدم. این بار سعی میکنه که با دقت بیشتری، حالا این تصویر زیاد جزئیات نداشت، تصویرایی رو نشون میدید که جزئیات بیشتری داره و این باعث میشه که دانش آموز شما حافظه دیدارش تقویت بشه. اینا رو جز بازی میتونید اصلا آخر هر زنگ با بچه‌ها انجام بدید. در واقع میشه گفت شما 10 دقیقه مفید توی کلاس، 10 دقیقه آموزشی دارید توی کلاس صرف میکنید و بچه‌ها حواسشون جمعه. بعد اون دیگه بچه‌ها تو حال خودشونن، هر چی بگیدم متوجه نمیشن. پس بنابراین زمان بذارید از این بازی انجام بدید. بازی بگرد و پیدا کن کی کجاست. خیلی وقتا ما زمان ما معلمامون رو غلیظی می‌کردم، از این بازی زیاد انجام می‌دادیم. یکی از دانش آموزامون رو می‌فرستادن بیرون و از این بازی نه این بازی رو زیاد انجام میدادیم. یکی از دانش آموزا میرفت بیرون، وقتی میومد یه سری جابجایی‌ها دانش آموزا جابجا شده بودن، باید حدس میزد. اینم باز به حافظه دیداریشون کمک میکنه. و مورد بعدی هوانویسیه. این کلمه رو به دانش آموز نشون میدم، میگم خوندیش، حالا رو هوا همینو بنویس. چشم. اینم باعث تقویت حافظه دیداریشون میشه. یه مورد همون پنهان کردن اسباب بازی زیر وسیله ها. مثلا من میام میگم چند تا وسیله که اسباب بازیه یا اصلا وسیله های توی کلاس روی میز میذارم، بعد یه پارچه میندازم روش و بعد به دانش آموز میگم که خوب نگاه کردید به وسیله ها، حالا من پارچه رو انداختم. قایمه که یکی از اونا رو از زیر بر میدارم، پارچه رو که بلند کنم میگم کدوم وسیله نبود، دانش آموز من باید بگه. اون موقع است که دیگه میشه گفت حافظه دیداریش رو تقویت دارم میکنم. بازم این بازی رو میتونید انجامش بدید. بریم صفحه بعد. فهم واژه، جمله، عبارت و متن. شده بچه هایی که مثلا من میام یه داستانی رو میخونم، بهش میگم خب مهراد این داستان چی گفت به من؟ همچون هوا رو نگاه کنید. دارید میگه از این دانش آموزا حواسش نیست، دقت نداره، یا مثلا گوش داده ها ولی نفهمیده چی گفته، گوش داده خوب نشنیده. خب برای اینکه دانش آموز من مطالب رو خوب بفهمه من باید یه سری جزئیات رو باهاش کار کنم. مثلا دانش آموزی که واژه ها رو خوب نمیفهمه یا جمله ها رو خوب درک نمیکنه، توی متن ها، توی جمله ها، عبارات، تو فهمشون مشکل داره، تو حل مسئله در واقع مشکل داره، ما میایم میگیم که ما باید ریزترین بریم از پایه شروع کنیم، یه سری مشکلات رو توی دانش آموز حل کنیم. اصولا این بچه ها تو طبقه بندی کردن اشیا ایراد دارن. مثلا شما یه سری حیوانات از این پلاستیکی ها بذار جلوی دانش آموز، بهش بگو که شما برای من حیوانات اهلی و وحشی رو جدا کن. این بچه نمیتونه جدا کنه. یا مثلا نی به اندازه های مختلف بدید بهش، بگید در کوتاه به بلند چی، نمیتونه این کار انجام کنه چون نمیفهمی شما چی میگید. فهمی از کوتاه و بلند نداره، فهمی از چپ و راست نداره، فهمی از در واقع حیوانات اهلی و وحشی نداره. بعد باهاش اینا رو تمرین کنید. حالا چه تمریناتی؟ ما از نگاره ها و تم های ریاضی شروع میکنیم دیگه. مثلا میگیم قرآن کجای تلویزیون قرار داره؟ بالای تلویزیون. ساعت کجا قرار داره؟ تو خونه پشت پدر مادر، روی دیوار، یا مثلا روی میز چه چیزهایی قرار داره، یا مثلا سمت چپ خونه چه چیزی قرار گرفته. همه اینا میشه جزء چی؟ فهم. یعنی در واقع اون دانش آموز از لحاظ درک واژه‌های این شکلی مشکل داره، بنابراین
ما میایم اصولی و از پایه باهاش کار میکنیم. یا مثلا یه تمرین دیگه اینه که شما میاین یه متن رو براش میخونین، بهش میگی که هر چی فهمیدی ازش بهم بگو، خلاصش رو انگار بهت بگه. یا مثلا متن رو خوندی داری پرسش میکنی ازش از درون متن، یعنی شما باید پیش نیازش رو که همون چپ، بالا، پایین، زیر، رو، عقب، جلو، اینا کوتاه، بلند، اینا هستش رو با بچه‌ها کار کنید و بعد میرسید وقتی به متن خوندن و جمله سازی و اینا از جملات کوتاه هم شروع میکنید. بهت میگید هر چی فهمیدی رو به من بگو. خب دانش آموز بر شما توضیح میده. یا مثلا انتخاب اسم برای داستان. توی کتاب قرآن خیلی این کار انجام میشه. چه کاری؟ یه سری شعرها تو کتاب قرآن هست که در واقع معنی سوره هاست. حالا اسم براش نذاشته، از دانش آموز خواسته که شما متن سوره قرآن رو خوندی، معلم توضیح داده، هم سوره، هم داستان، هم لوحه ها، همه چیزایی هستن که چون قرآن هم الگوی تدریسیش به صورت تماتیکه، یعنی تم داره، مثل کتاب فارسی، مثل کتاب ریاضی. صفحه اول یه داستانی هستش، یه شکلی هستش، یه زمینه‌ای داریم، بر اساس اون سری توضیحات به دانش آموز میدیم که همین توضیحات به پیام قرآنی مربوط میشه، همین پیام قرآنی به سوره مربوط میشه و همین سوره به شعر مربوط میشه. حالا دانش آموز من همه این توضیحات رو تا سوره بهش دادم، اومدم شعر رو بخونم، بهش میگم که تو یه اسم شعر انتخاب کن. این باعث میشه که در واقع دانش آموز اول باید اون رو درکش کنه، بفهمه، دریافت کنه و بعد بتونه براش یه اسمی انتخاب کنه. یکم مدیریت زمان کنیم. بریم سراغ بعدی، مرتب کردن جملات به هم ریخته تو داستان. من یه سری حالا جلوتر که میریم به اولیان میگم شما برای من توی کارتای تقریبا به اندازه حالا خطکش بهتون نشون بدم 15x7 یعنی 7 سانت انقدر تقریبا میشه گفت به اندازه کف دست طولش و عرضش 15. یه جمله بنویسی، یه جمله‌ای باشه که مثلا چند تا جمله باشه که مربوط باشه به یه داستان. اول رو توی کارت می‌نویسم، دوم رو توی کارت دیگه، سوم رو توی کارت دیگه. به دانش آموزم میگم اینا رو بخون و بگو جمله شماره 1 کدومه، جمله 2 کدومه، جمله 3 کدومه. اینا رو مرتب بذارم یه داستان به وجود میاد. این میشه فهم، مربوط به فهم بچه‌هاست، در واقع مربوط به حل مسئله است. و مورد بعدی هم خیره شدن به تصاویر. این دانش آموزا تمرکز خیلی کمی دارن، یعنی وقتی داره یه متن کتابی رو میخونه حواسش نیست، 3 خط متن خونده دوباره باید برگرده از اول بخونه چون 3 خط چیزی نفهمیده، پس تمرکز نداره. یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید اینه که مثلا یه خودکار بگیره جلوی چشمش، چند ثانیه بهش خیره، چند ثانیه منظورم 2-3 ثانیه نیست، مثلا 30 ثانیه بهش خیره بشه. بعد اینکه به این خودکار نگاه کرد، خودکار از خودش دور میکنه، دورتر میاره، دورتر و دوباره بهش خیره میشه، میاره نزدیکتر، دوباره 30 ثانیه بهش خیره میشه و حالا میبره سمت چپ، همین کار بر سمت راست انجام میده و اینم باعث تمرکز میشه. حتی اگه خودتون هم همین مشکل رو دارید میتونید هم یه جور مراقبه است، هم یه جور تقویت تمرکزه. توی اتاق برید، توی اتاق خودتون برید، جایی برید که سر صدا نباشه. در واقع یه شمعی رو روشن کنید، توضیح دادم براتون، اون شمع روشن باشه، به اون شمع خیره بشین. حالا یه کتابی هم دستتون باشه، یه آبی هم کنارتون باشه، به اون شمع خیره بشید و نگاه کنید. شاید شما دقایقی بتونید این کار انجام بدید، شاید هم خیلی‌ها نتونن، تمرکزشون انقدر پایینه که شاید 10-15 ثانیه فقط بتونن بهش تمرکز کنن، ولی این کار واسه تقویت تمرکز خودتون هم میشه. بریم ادامه. این قسمت از در واقع آموزش ما مربوط میشه به شماره 54 تا 60 جدول ثمر. بچه‌هایی که اون مشکلات رو دارن میتونن با استفاده از این تمرین‌ها یه مقدار مشکلشون رو برطرف کنن. بریم اسلاید بعدی.